سلام، من دینا رادمنش هستم و توی این ویدیوها قراره با هم در مورد موضوعات مختلف روانشناسی صحبت کنیم. توی ویدیو قبلی در مورد سوگ گفتیم و توی این ویدیو قراره در مورد ادامه سوگ بگیم. توی ویدیو قبلی مراحل سوگ رو گفتیم، اینکه اولین فقدان قراره چجوری باشه گفتیم، چجوری سوگ رو بشناسیم گفتیم. توی این ویدیو قراره در مورد باورهایی که به ما آسیب میزنه که سوگواری پیچیده‌تری رو داشته باشیم با هم حرف بزنیم. جامعه‌ای که ما داریم جامعه سوگواری بوده همیشه و همیشه درگیر یه سوگ جمعی حداقل بودیم. به خاطر همین دونستن از سوگ میتونه به ما کمک خیلی زیادی بکنه که بهتر مسیرمون رو بریم، که بهتر وقتی که باهاش مواجه شدیم بتونیم اون غم رو بپذیریم. یه سری باورها هست که میتونه سوگواری رو پیچیده تر بکنه، مثل اینکه اگه کاری انجام ندم پس خودش درست میشه، اگه بهش فکر نکنم پس بدون اینکه نیاز باشه کاری انجام بدم خودش حل میشه. هیچکی نیست که بتونه جای من باشه، درد منو بفهمه و منو درک بکنه و من نمیتونم این بار رو تنهایی به دوش بکشم. همه اینها باوراییه که میتونه سوگواری رو پیچیده تر از اون چیزی که هست بکنه. آیا زمان مشخصی برای تموم شدن سوگ وجود داره؟ هر کسی وقتی که با سوگ مواجه میشه روش خودش رو داره برای مواجهه با سوگواریش و هیچ دو آدمی یه مدل سوگواری نمی‌کنن و هر کسی متفاوته و شما نمیتونید بگین که چرا یه نفر داره زار میزنه خودش رو میکشه اون یکی تو خودش فرو رفته. خب مدل مواجه شدن آدم‌ها با این غم خیلی متفاوته. زمان‌های متفاوتی وجود داره برای تموم شدن و کنار اومدن با سوگ. ولی خب همه اینا بستگی به عامل‌های متفاوتی داره، مثل نزدیکی ما با اون فرد، فقدان‌های قبلی که داشتیم و عوامل شخصیتیمون مثل وابستگی و اینا، ناگهانی و دلخراش بودنش، یعنی اینکه اگه یهویی ما یه نفر رو از دست بدیم با اینکه مثلا زمان زیادی تو بستر بیماری باشه خیلی متفاوته. اگه اون شخص تو ویدیو قبلی هم گفتیم اگه مثلا شخصی که از دست دادیم زمان زیادتری رو تو بستر بیماری باشه ما فرصت این که بدونیم بالاخره قراره اینو از دست بدیم رو داریم. ولی بعضی وقتا هست که شخص به قتل میرسه، شخص خودکشی میکنه، شخص یهویی از دستمون میره توی تصادف یا هر چیز دیگه. این مواجه شدن یهویی ما با اون مرگ میتونه آسیب بیشتری رو به ما بزنه و روند سوگواری ما طولانی تر باشه. ولی خب طبق یه قاعده کلی اینجوریه که آدم‌ها بالاخره با گذشت زمان با سوگ و نبودن اون آدم کنار میان و بالاخره ما میتونیم که به زندگی عادیمون برگردیم. احساس خشمی که ما داریم توی روند سوگواری از کجا میاد؟ وقتی که ناکام میشیم توی زندگی و به هدفی که میخوایم نمیرسیم و تسلط خودمون رو روی دنیامون از دست دادیم دچار خشم میشیم. از دست دادن کسی که دوستش داریم اوج ناکامی ماست و طبیعیه که خشمگین باشیم و نتونیم بپذیریمش. توی اون شرایط عموما از این احساس خشم میترسیم، از اینکه اصلا این خشم از کجاست. مثلا طرف خودکشی کرده اینجوریم که نه اون زندگی رو دوست داشت، نباید خودکشی میکرد، نباید فلان میکرد و به جز این موارد اینجوریم که اصلا نمیدونیم اون احساس خشم داره از کجا نشأت میگیره و این احساس خشم رو ناخودآگاه نسبت به کسای دیگه بروز میدیم، مثل پزشک، مثل خانواده، مثل پرستار، هر کسی که دستمون میرسه از اون آدم عصبانیم. و گاهی هم احساس خشم برعکس میشه، یعنی اینکه باعث میشه که فکر کنیم اونی که از دستش دادیم خیلی ایدئال و آرمانی بوده. یعنی مثلا هستن زوجهایی که تو زندگی زناشوییشون مشکل دارن، بعد یکی از اونا میمیره و اون شخص دیگه از طرف یه بت میسازه تو ذهنش و اینجوریه که مثلا تمام بدیها، تمام مشکلاتی که با اون شخص داشته رو یادش میره و فکر میکنه که دیگه از این نقطه به بعد زندگیش معنی نداره. مثلا طرف شوهرش دست به زن داشته، بعد از اینکه مرد میشه مهربون ترین و دلسوزترین آدمی که تو زندگیش دیده برای خانومش. بعضی وقتا خشم‌ها و احساسات ابراز نشده روند سوگو پیچیده میکنه. احساس گناه هم مثل احساس خشمه و یه روند طبیعی از داغ‌دیدگی به شمار میاد. احساس گناه مال وقتیه که روابط انسانیمون تمام و کمال نیست. هیچ عشق و رابطه عمیقی نیست که توی اون خشم وجود نداشته باشه. این خشمه میتونه منجر به احساس گناه ما بشه و این حس گناهه خیلی کم پیش میاد که به خاطر یه چیز واقعی باشه، به خاطر یه احساس واقعی باشه و معمولا اینجوریه که نه کاش بیشتر بهش سر می‌زدم، کاش بیشتر مواظبش بودم، کاش بیشتر ازش نگهداری میکردم. و این احساس گناهه توی سوگی که در مواجهه با آدمی که خودکشی کرده شدیدتره.
خب من مجبور شدم جامو عوض کنم چون اونجا آفتاب اومد و داشتن کور میشدن و نورم درست نمیافتاد. این سگ منه، اسمش موکاش و وقت خوابگاه این اطراف بود با هم دوستیم و همیشه تو جنگل با هم میاد و خیلی سگ نازیه، خیلی قشنگه، خیلی خانه خوشگلیه. جون دلم. گفتیم که بعضی وقتا این احساس گناه بر پایه هیچ باید و ای کاشی نیست و اینجوریه که من مقصرم چون من زندم و اون زنده نیست و این احساس واسه کسایی که عزیزشون رو توی سیل و تو زلزله و بلاهای طبیعی و اینجور چیزا از دست دادن خیلی بیشتره. یا مثلا والدینی که بچهشون رو از دست میدن و بچهشون تو سنی نبوده که مثلا بتونه از خودش مراقبت کنه و اونها مراقبش بودن. این احساس توی اونا خیلی زیاد دیده میشه. این احساس گناه تو مراحل اولیه سوگ خیلی زیاد میتونیم ببینیم، چون اینجوریه که ما هنوز به این پذیرش نرسیدیم که مرگ یه چیز غیر قابل کنترله و کاری از دست ما بر نمیاد و ما هنوز دوست داریم فکر کنیم که نه همه چیز دست ماست، کنترل همه چیز دست ماست و نباید این اتفاق میافتاد. ولی واقعیتش اینه که ما هیچ کنترلی، هیچ کاری نمیتونیم در برابر مرگ بکنیم. که یه سری تجربه‌های توهمگونه میتونه رخ بده، اینکه مثلا فردی که سوگواره حس کنه اون کنارش حضور داره، فکر کنه که صداشو میشنوه، فکر کنه که میبینتش و اینا بعد از گذشت یه زمانی از دست میره، یعنی دیگه احساس واقعی بودن نسبت بهش نداره. ولی اگه ادامه پیدا کرد یعنی که شخص باید به روانپزشک مراجعه کنه. توی چه مواردی مداخله درمانی نیازه؟ وقتی که فرد قصد صدمه زدن به خودش رو داشته باشه. مثلا اینجوریه که خب بعضی وقتا وقتی که یه نفر دیگر رو از دست میده افکار خودکشی داره، میگه که چون اون مرده من هم باید بمیرم. توی این شرایط نباید شخص رو ول کنیم و بگیم که آره درست میشه خودش بعد از یه مدتی. باید مداخلمون رو زودتر شروع کنیم و طرف رو ببریم پیش روانپزشک، پیش روانشناس و فوراً کار درمانیش رو شروع کنیم. یا زمانی که خشم و پرخاشگری خیلی زیاده و یا شرایطی که احساس گناه خیلی زیادی وجود داره و اون احساس گناه کم نشه، یا اختلال توی خواب، اختلال توی اشتها، یه تغییر ناگهانی و عمیق توی زندگی، مثل اینکه مثلا طرف شغلش رو ول میکنه، ترک تحصیل میکنه، دیگه کاری رو انجام نمیده. مواردی هستن که نیاز به مداخله درمانی دارن و باعث میشه که سوگواری رو پیچیده‌تر و سخت‌تر بکنه و اینا اوایل سوگ طبیعیه، ولی اگه تا زمان طولانی وجود داشت باید مداخله درمانی صورت بگیره. به جز افکار خودکشی بقیه‌شون معمولاً اورژانسی نیستن. برای سوگ توی کودک‌ها باید چیکار بکنیم؟ بعداً من یه ویدیو جدا از یه کتاب دیگه که در مورد سوگ کودک درست می‌کنم حتماً، ولی تا قبل اون باید یه سری نکته‌ها رو در مورد سوگ کودک‌ها بدونیم. اینجوریه که وقتی که یه کودک سوگواره معمولاً خانواده‌اش هم سوگوارن، یعنی مراقبین کودک هم سوگوارن. توی این شرایط به بچه کم توجهی میشه و معمولاً با اینکه بچه هست نمیفهمه رد میکنن اینو، ولی ما باید بدونیم که بچه هست ولی میفهمه و کاملاً به اتفاقات اطرافش آگاهی داره، کاملاً همه چی رو میفهمه. اگه شما راهی رو انتخاب بکنین که مثلا صحبتاتون رو نشنوه، اون یه راه دیگر رو انتخاب میکنه که حتما بشنوه صحبتاتون رو و فکر نکنین که میتونین صحبت مخفیانه ای داشته باشین بدون اینکه اون بچه در جریان باشه. باید دائما به بچه بگیم که ما احساساتتو درک میکنیم، این که الان ناراحتی درک میکنیم، این که الان گریه میکنی درک میکنیم و باید این حس فهمیده شدن رو به کودک بدیم. بچه ها خیلی زیرکن و به رفتارها و احساساتی غیر کلامی و اینا خیلی واکنش نشون میدن و ما اصلا نباید با اینکه با پوشش اینکه این بچه هست نمیفهمه ردش کنیم، بگذریم و مراقب رفتارمون نباشیم. یه رسم عجیب غریبی که داریم، حالا شاید بعضی جا این رسم نباشه ولی خب معمولا اینجوریه که بچه رو موقع تشییع جنازه و اینا نمیبرن، ولی خب بچه هم مثل بقیه اعضای خانواده است، باید تو اون مراحل باشه، باید ببینه که اون شخص از دست رفته. کودکی که گرفتار سوگ شده نباید با این توجیه که مثلا
فلانی تو آسمونه میبینیش و اینجور چیزا، اونو از اون سوگه دور نگه داریم. باید با زبون ساده و قابل درک در مورد سوگ براش توضیح بدیم و مثلا اگه شخص سرطان گرفته، فوت کرده، تصادف کرده، باید با زبون ساده و قابل فهم واسه کودک توضیح داده بشه. بچه‌ها به این اطلاعات ما نیاز دارن و باید واضح و شفاف براشون گفته بشه. باید به بچه‌ها اجازه بدیم که سوگشون رو ابراز کنن و مثلا اگه یه پسر بچه هست که داره گریه میکنه، نباید بگیم که تو پسری و نباید گریه کنی. اینا باعث میشه که اون احساس غم و ناراحتیش رو به اینکه ضعف داره و آسیب پذیره ارتباط بده. باید بهشون گوش بدیم و بهشون اطمینان بدیم که میتونن احساساتشون رو بدون ترس و واهمه بیان کنن. اینکه بچه رو ببریم قبرستون و بقیه قبرها رو ببینه باعث میشه که بفهمه که مرگ مخصوص خودش و خانواده خودش نیست و بقیه آدم ها هم باش مواجه میشن و یه رویداد جهان شموله. و باید بدونیم که روند سوگواری بچه ها دائم نیست. یعنی اینجوریه که 5 دقیقه گریه میکنه ولی بعد میره دوباره بازیشو انجام میده و دوباره مثلا چند روز بعد دوباره یادش میاد و دوباره میشینه گریه میکنه و دوباره این اتفاقا واسش میفته. بعد از مرگ فرزند چه اتفاقی برای والدین میفته؟ مرگ فرزند یه فقدان چند جانبه است و والدینی که فرزندشون رو از دست میدن نه فقط اون ارتباط منحصر به فردی که با بچهشون دارن رو از دست دادن، بلکه اون بخشی از وجود خودشون که توی وجود فرزند جلوه پیدا کرده رو هم از دست دادن. آینده‌ای رو از دست دادن که قرار بوده با بچهشون ببینن و اون جاودانگی رو هم از دست دادن. ما میدونیم که تولید مثل خیلی وقتا به دلیل اینه که ما اون حس جاودانگیمون ارضا بشه و اون احساس جاودانگی رو داشته باشیم که آره بعد از من یه نسلی هست و اون نسل ادامه پیدا میکنه. ولی وقتی که سوگ فرزند اتفاق میفته، مخصوصا وقتی که سوگ تک فرزند اتفاق میفته، این احساس جاودانگی ما با خطر مواجه میشه. کسی نیست که نام ما رو زنده نگه داره و تمام اون احساس جاودانگی و اون آینده با اون بچه از دست میره. برای بیان سوگمون و برای کم کردن میزان سوگمون چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم؟ یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم نوشتن نام است. میتونیم برای عزیزی که از دست دادیم نامه بنویسیم، از اتفاقات اون چیزه بهش بگیم، از اینکه غم از دست دادن شو داریم چجوری تحمل میکنیم بگیم. نوشتن تاریخچه، ما میتونیم وقایع زندگی فرد رو توی قالب یه تاریخچه بنویسیم و نگه داریم. فلان تایم زندگیش این اتفاق افتاد، این تایم به دنیا اومد، این تایم درس خوند، این تایم فلان رشته رو خوند، اینجا رفت فلان جا، و هر اتفاقی که به اون شخص مربوطه رو توی قالب یه تاریخچه بنویسیمش. نوشتن داستان و خوندن کتاب‌های درباره مرگ و دیدن فیلمایی که در این مورد ساخته شده که حالا من تو پیجم چند تاشون رو معرفی می‌کنم، اینا میتونه خیلی کمک کنه بهمون. نوشتن خاطرات روزانه هم به ما کمک میکنه. اصلا اینکه من بلد نیستم بنویسم، من قلم تا حالا دستم نگرفتم، من اصلا از چیزای نگارشی و بلد نیستم، اینا رو کاملا بذارین کنار. فقط بنویسین، فقط احساساتتون رو بنویسین. اصلا اهمیتی نداره و اصلا کسی قرار نیست بخونه، اصلا قرار نیست اون چاپ بشه، اصلا قرار نیست که مثلا اهمیتی داشته باشه که شما علائم نگارشی رو رعایت کردین یا نه. فقط بنویسین که اون احساس تخلیه بشه. نقاشی و کارهای هنری میتونه راه خیلی خوبی باشه برای کنار اومدن با سوگواری و اینجوریه که ما میتونیم از این طریق احساساتمون رو بیان کنیم. مخصوصا بچه‌ها با نقاشی کشیدن میتونن خیلی واضح‌تر بیان کنن احساسشون رو. دفتر یادبود، عکس‌ها، نامه‌ها و یادگاری هایی که از شخص داریم رو میتونیم یه جا به صورت یه آلبوم نگهداری کنیم و با بقیه اعضای خانواده به اون نگاه کنیم و باعث میشه که خاطرات از این طریق مرور بشن. آیا سوگ دستاورد مثبتی داره؟ میشه برای رنج سپاسگزار بود، چون رنج به ما تلاش برای تغییر رو میده. وقتی که رنج میکشیم دریچه قلبمون رو باز میکنیم و وقتی که آسیب میبینیم بزرگترین توانایی هامون معلوم میشه. اینجا میخوام از ارمغانهای سوگ بگم و قبلش باید بگم که تجربهش برای همه یکسان نیست و همه ممکنه که
به یه شیوه اینو تجربه نکنن. جوریه که وقتی که به پذیرش سوگ رسیدیم بعد از مدتی ممکنه که این ارمغان‌هاشو پیدا کنیم. یکی از ارمغان‌های سوگ اینه که ما ترس از مرگ رو از دست میدیم. بجز یه دوره‌ای که واقعا از مرگ میترسیم، به این نتیجه میرسیم که مرگ یه واقعیت غیر قابل انکار توی زندگی ماست و ما نمیتونیم اینو ندید بگیریم و یه احساس آزادی و یه احساس رهایی به ما دست میده، چون میفهمیم که دیگه واقعا نمیتونیم چه از خودمون چه از بقیه در مقابل مرگ حفاظت بکنیم. ارمغان دیگه مرگ باعث میشه که ما تمرکز کنیم روی چیزهایی که واقعا برامون مهمه، جزء اهدافمونه و برامون اهمیت داره و چیزهای بی اهمیت‌تر و راحت‌تر رها می‌کنیم و ارزش‌های واقعی زندگیمون رو راحت‌تر سعی می‌کنیم واسه زمان بذاریم و بیشتر بهش پی ببریم، چون اینجوریه که میدونیم که هیچ چیزی از مرگ قوی‌تر نیست. میفهمیم که ممکنه که زندگی ما هم به زودی تموم بشه. تلاش می‌کنیم برای رسیدگی به خودمون و وقت بیشتری رو می‌ذاریم برای ارزش‌ها و اهدافمون. و در ادامه پذیرش همدردی هم میاد و ما وقتی که در مواجهه با یه نفریم که داغ دیده، همدردی بیشتری رو میتونیم نشون بدیم، همدلی بیشتری رو میتونیم نشون بدیم، چون خودمون اون احساس یه بار حداقل تجربه کردیم. و مهمترین ارمغان سوگ زمانیه که ما دوباره به شادمانی دست پیدا میکنیم. بازگشت دوباره به زندگی و زیستن هرچه پربارتر بستگی به میزان اندوهی که گذروندیم داره. موسیقی برامون معنادارتر میشه و زیباییش عمیق‌ترین لایه‌های وجود ما رو به ارتعاش در میاره. تصویرها رنگ دیگه‌ای میگیره و همه چیز برای ما تغییر میکنه. حوادث مصیبت‌بار دیگه‌ای هم تو زندگیمون رخ میده، اما ما میدونیم که زنده موندیم و دووم بردیم و اندوه هرچه بیشتر روی وجود ما اثر گذاشته باشه، ما شادی رو بعدش عمیق‌تر دریافت میکنیم. مهمترین توصیه وقتی که عزیزی رو ما از دست دادیم میتونه بهمون این باشه که ما با احساساتمون هر جوری که هست راحت باشیم، بپذیریمش. حس‌هایی مثل خشم، احساس گناه، اینا وجود دارن. اینا نشونه خطاکاری و بی‌مهری ما نیست. با سوگ باید مستقیم و صریح روبرو بشیم و بدونیم که هیچ جایی توی جهان نیست که ما بتونیم در برابر سوگ از خودمون محافظت کنیم و هیچ جایی در جهان نیست که ما بتونیم از سپر مرگ نجات پیدا کنیم. از یادآوری خاطرات، نگاه کردن به عکس‌ها و صحبت کردن از اون آدم تو جمع‌های مختلف نترسین. حرف بزنین، به عکس‌ها نگاه کنین و خاطره‌ها رو یادتون بیاد. بدونین که مرگ واقعی زمانیه که انسان از یاد بره. زندگی انسان از یه طرف با عشق و دوست داشتن همراهه و از یه طرف دیگه با جدایی و مرگ. تلاش میکنیم که این واقعیت مرگ رو بگذریم ازش و دوری کنیم ازش، ولی خب این واقعیت زندگی ماست، وجود داره و سوگ بهاییه که ما برای عشق میپردازیم. این ویدیو خلاصه‌ای بود از کتاب سوگ مرگ فقدان و گفتم که کوتاه‌ترین کتابیه که میتونین توی زمینه سوگ به کسی که سوگواره هدیه بدین و بخونین و خودتونم در موردش یاد بگیرین. این کتاب با مفاهیم اولیه سوگ آدمو خوب آشنا میکنه و من در ادامه کتاب‌های دیگه‌ای رو براتون میگم و از مقاله هایی که در مورد سوگه باهاتون صحبت میکنم و بیشتر در مورد سوگ حرف میزنیم که بیشتر بشناسیمش. فعلا پایان این ویدیو رو اعلام میکنم با سختی ها و چالش های فراوانش و همین دیگه. مربوط این لیوانه چای بخورم، ولی یه سگ دیگه داریم اسمش اشلیه اومد توش رو لیست داد، من نمیتونم دیگه چای بخورم. پس دکوری اینجا میذاریم. یه دفترچه ونگو کم دارم، بعد هر وقت رفتم یه جایی میام توش اون صحنه‌ای که دیدم و نقاشی میکنم. بعضی وقتا یه چیز خیالی نقاشی میکنم، ولی خب معمولا وقتی میرم یه جایی با خودم میبرم و خیلی طراحیم خوب نیستا، فقط همینجوری نقاشی میکشم که کشیده باشم. حس خوبی بهم میده. بیا ما باید با